الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و برادران ایمانی و اسلامی، چگونه که به ما و شما معلوم بود، از مختصر الوقایه، یکی از متن‌های مشهور فقه حضرت امام ابو حنیفه، رسیدیم به کتاب نماز. فصل امروزه انتخاب ما درباره صفت‌های نماز، یعنی که صفت فرض‌های درونه و بیرونه نماز. این فصل در بیان چیه؟ فی صفت صلات، درباره صفت نماز. هرچی به خود صفت داره. فرضها، یکم فرضش چی بوده است؟ از همون صفت‌های فرضیش التحریمه، یعنی که نیت میکنی دستا را به گوش میبرداری الله اکبر گفتن. دویمش قیام، در نماز راست ایستادن، یکی از دویم فرضش. سیوم فرض قرائت کردن، قرائت آیات فی کل من رکعتی الفرضی، یعنی که در هر یک رکعت نمازهای فرض قرائت کردن. و فی کل من الوتری، در هر یک رکعت ویتر قرائت کردن و در هر یک رکعت نفل قرائت کردن. این از چی است؟ از صفتهای فرضی نماز. و المکتفی بها مسیئون، کسی اگر به همین کفایگی کند به یک آیت، یعنی قرائت آیت اگر کفایگی کند گناهگار می شود. و عندهما آیت طویله، یعنی بعد سوره الحمد باید ما آیت خونیم. این یک از واجبات و ضروریات نماز است که باید در هر رکعت خوانده شود. و عندهما و نزد امامین آیت طویله، یک آیت دراز است یا سه آیت خرد است. به اندازه سوره اینا اعطینا باشد مقصد ساقط می شود. هم رکعت میتونیم که سجده کنیم. و رکوع یکی از فرض‌های. و سجود بالجبهه و الانف، یعنی در سجده باید پیشانی و بینی رسد، یا اول بینی یا پیشانی یا پیشانی یا بینی. اگه علما میگن اول چی؟ در سجود یتعدی بکل منهما، یعنی که بر هر یکی از زمین هم که باشه، گفته از در محیط آوردگی بود از امام سرخسی که یکی از زمین هم که اگر برسه سجده حاصل می شود، یا سر یا بینی قطعی مقصد باید سجده کرده شود. و به یفتا به همین قول فتوا است که پیشانه و بینی رسه میگن و ثواب نزدیکتر است. و القعده الاخیره قدر تشهدین، و قعده آخر و مقدار التحیات نشستن، یعنی که در هر یک رکعت التحیات میخونیم مقدار یعنی تشهد نشستن. و الخروج بصنعه، با فعل نماز برآمدن از نماز چی است؟ یکی از صفتهای نماز است. وقتی ما سلام میتیم باید به فعل نماز بریم، نه به فعل دنیا، نه به فعل کاری دنیا، نه به فعل تماشای مقصد آینه نیلگون. بعد سلام میتیم السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. به فعل نماز خوان باید ما مسجد از نماز بریم، که باید نماز به فعل نماز بریم، نه به فعل دنیا عمل دنیا. و واجبها، اکنون ای فرض درجه پایان، یعنی که ثابت شده با حدیث های صحیح با زیاد کردن صحابه ها. چیه؟ قرائت الحم، یکم الحم خواندن واجبه. کسی الحم نخوان نمازش درست نمیشه، پره نمیشه نمازش. و ضم سوره در الحم واجبات است. و رعایت ترتیب، اول دستا رو در رکوع میبریم، تسبیح ها رو میگیم، بعد از اون میخیزیم سمیع الله لمن حمیده میگیم، ربنا لک الحمد میگیم و میریم الله اکبر گفته، سر در زمین نمونیم، ربی الاعلی میگیم، سبحان ربی الاعلی. انا میخواد ترتیب قدی نماز واجبات بده. و القعده الاولى، قعده اولا یعنی در بین در نماز 4 رکعته در بین ششتم، اینم واجبات است. و تشهدان التحیات را در نماز 4 رکعته دو تا تحیات هر دوش خواندن. و لفظ السلام السلام علیکم السلام علی عبادی، و لفظ سلام السلام علیکم و رحمت الله گفتن. و قنوت ویتر اللهم انا نستعینک را در ویتر خواندن. و تکبیرات عیدین، 3 تکبیرات عیدین در 2 رکعت نمازه که روز عید قربان رمضان مجموعاً 6 تکبیره الله اکبر گفتن در 3 تکبیر در هر رکعت. و تعیین الاولیین، یعنی معین کردن در 2 رکعت اول قرائت را الحمد با ضم سوره. و تعدیل الارکان، هر یک رکن به جا آوردن، یعنی که رکوع در جای خودش، سجده در جای خودش، قیام در جای خودش، شیشتن جا به جا گذاشتن، الحمد در جای خودش، ضم سوره در جای خودش، صلوات ها در جای خودش،
ویتر رکوع مقصد دعا کردن در ویتر در جو هر یک رکن عملی را که در این نماز جا آوردن واجب بوده. والجهر در نماز بامداد در نماز شام خفتن بلند خواندن. والاخفاء فیما در نماز پیشین عصر پس خواندن. یجهر و یخفا در جای پستی پس در جای بلندی بلند خواندن واجبات بوده است. غیر همین ذکر کردگی همون میگه و سنن غیرهما او ندیبه دیگه سنت مستحبه. و اذا اراد الشروع کبر یا آدم میخواد نماز شروع کنه اول الله اکبر گوه بلا مد الحمزه حمزه را مد نکنه گفته نگوه الله اکبر و بارم اکبر نگوه اکبر ماسن به ابهامه با همین دو نر انگشتش شحمته اذنه نرمی های گوشش تا رسانه. نزد مذهب حضرت امام شافعی دستا را تا برابر کتفا یا تا برابر گوشا میبردارم. نزد مذهب حضرت امام مالک دستا را تا کتفا میبردارم. نزد مذهب حضرت امام احمد ابن حنبل دستا را تا کتفا یک روایت دویم روایت تا برابر گوشا میبردارم. در برابر معده آمدگی نیست. در یگان جا برابر معده حدیثاش علما مقصد قول عملی نمیدونن این آمدگی نیست، فقط انم آمدگی است که باید نیت کردی خالصا لله تعالی الله اکبر خالصا لله تعالی الله اکبر. روایت های اصح ابوبکر و عمر و عثمان و علی دستاشون برابر دی گوش میکردن میگه الله اکبر الله اکبر. در نزد مذهب حضرت امام ابو حنیفه این مسئله های مقصد قیاسی است، مسئله اصولی است. دستار در شحمته نرمی های گوش ما حنفیا میرسونیم. و المرأة زنچی ترفع یدیها دستش میبرداره حذاء منکبیها برابر کتفاش. زنها عمیق میبردارن بلندی بد نمیبردارن که وقتا کشف سطح نشود گفته تا کتفاش نمیبردارن. و یجوز بكل ما دل علی تعظیم درسته بر هر یک چیزی که دلالت به تعظیم کنه. الله اکبر الله اجل الله اعظم الله الاعلی همه این دلالت به بزرگی خدا میکنه درسته. لا یشوب بدعا و دعا آمیخته نمیکنه. الله اکبر نگو که اللهم ربنا تقبل منا الله اکبر خیلی نمیشه دعا نمیکنه. فقط چی همین نیت الله اکبر الله اجل درسته. دعا قطعی دستاش در گوشاش نمیبره. ولا بالفارسیه نزد حضرت امام ابو حنیفه به فارسی هم درسته اگر به اون شرطی که ترجمه ده غلط نشوه. لیکن علما میگن که الله اسم خاص خدا اینو به فارسی ترجمه کرده نمیشود. مثال گویند که مثل الله اکبر پروردگاری بزرگ یزدانی بزرگ نمیشود. الله میگه الله ترجمه کرده نمیشود. برای همین اگر به فارسی هم درست ترجمه کرده تا قرآن فصاحتش خوب باشه بلاغتش خوب باشه در ترجمه غلط نکنه میتونه که به فارسی به زبان خودش کار کنه ادا کنه. لا القراءة بها نگه قرائت به فارسی کرده نمیشود. به فارسی قرائت کرده نمیشه الا بعذرین اگر ایروی عذر باشه که عربی را ندونه میشود. نگه قرائت قرآن حضرت در متن اصل اجازت ندادیم. اما نیت ها را تسبیح ها را اتحیات ها را گو مایل نگه خواندن قرآن به عربی عربیش قدی سنت های عربی قدی خواندن قرآن واجبه برای اون که هم به ثواب نزدیکه هم در تلفظ هم در فصاحت هم از روی ادب هم از روی مقصد به ثواب نزدیک بسیار مقصد موردی تحسینه. و به یفتا به همین فتوا دادن یعنی به عدم جواز یعنی که گفتن که یعنی که قرائت به فارسی نکنن جایز نیست. لیکن اگر دعاهاشو و چیاشو به فارسی کنن درسته. و یضع یمینه علی شماله بعد از اون میگه میگذارد دست راستش بر بالای دست چپش تحت سرتی در زیر ناف. نزد مذهب حضرت امام ابو حنیفه در زیر ناف یعنی که زیر ناف نمیقپن. اگر که حالت ضرورت باشه بعضی آدما مقصد از این جوسه اشتن بطناشون میتونن که بیام ای ناف بالاتر قپن ضرورت باشه نباشه در زیر ناف. نزد مذهب حضرت امام ابو حنیفه در زیر ناف زیرا که قیام خوب ثابت میشه. الله شما تحت سرتی فی کل قیامین فیه ذکر مسنون در هر یک قیامی که در او ذکری مسنون باشه. ذکری مسنون چی میگه؟ ذکری دراز. وقتی که ما نیت کردیم الله اکبر گفتیم در گوشامون دست رسانه ذکری مسنون سر میشه. ذکری دراز یعنی که خواندن الحمد خواندن زمی سوره سبحانك اللهم یا دعای قنوت یا ذکری مسنون میگن. در حالت ذکر کردن در نماز باید دستا بستگی باشه. نزد مذهب حضرت امام احمد ابن حنبل و نزد مذهب حضرت امام شافعی بالای جوف معده میبندن.
معده در این خیل بسته می شود. اصلا روایت اصح این خیل بسته می شود. روایت اصح این خیل هم اومدگی هست، نه که این خیل اومدگی نیست. این خیل درست نیست. این خیل میبندن، این خیل میبندن. سر میتن، نزد حضرت امام مالک سر میتن، نزد تشیع سر میتن، نزد امام حنفی دستا در زیر ناف بسته می شود. و ذکر مسنون یعنی ذکر دراز. وقتی که آدم نیت که کرد اکنون ذکر دراز سر می شود، دستا رو میبندیم، قرائت و تلاوت سر می شود. و یرسل فی قومت الرکوع و میشند ارسال میکنه که دستاش سر میتیه در قومه خم شدن در رکوع و بین تکبیرات عیدین. بعد از آن سبحانك اللهم میخونه. ثم یثنا وقتی دست که بس سبحانك اللهم میخونه. ولا یوجه اینی وجهت وجهی یعنی که اما آیه‌ای که من با تو روی آوردم با او پروردگار که آسمان و زمین خلق کرد، این آیه نمیخونه، زیرا که اینی وجهت وجهی حضرت امام ابو یوسف گفتن نمیخونه و مختار همین امام طحاوی هم گفت که نمیخونه. اما نزد مذهب امام شافعی بعد سبحانك اللهم اینی وجهت وجهی رو میخونی، بعد الحمد میخونی، نه که در نزد مذهب حضرت امام میره نمیخونی. بعد سبحانك اللهم سوره الحمد خوانده می شود. و یتعوذ للقراءة برای قرائت بعد سبحانك اللهم اعوذ بالله میگیم، نه برای سبحانك اللهم خودش. پیش از سبحانك اللهم اعوذ بالله نمیگیم، بعدش میگیم. فیقوله این میگوید اعوذ بالله را مسبوق ولا مؤتم. مؤتم کسی را میگن که قطعی امام نیت کردگه این اعوذ بالله بسم الله نمیگه، فقط امام میگه کفایه میکنه. اما مسبوق یا آدمی که یک رکعت قفا موندگه، دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت قفا موندگه، این حتما میگه، برای که اعوذ بالله بسم الله امام این دریا کردگی نیست. و یؤخره عن تکبیرات عیدین. تکبیرات عیدین اول میگه با اعوذ بالله میگه نماز خوان. و یسمی و بعد از اون اعلان میکنه لا بین الفاتحه، بین دیگه از سوره فاتحه و بین سوره را که سر میکنه بعد فاتحه دیگه اعوذ بالله نمیگه، بسم الله میگه و خلاص. و سوره نمیگه. و یسرهن بعد از او پنهان میگه. ثم یقرأ و یؤمن سرا کالموت. مقصد وقتی امام اگر ولضالین گفت آمین میگه. نزد مذهب حضرت امام ابو حنیفه آمین پس گفتن سنته، نزد دیگر مذهب بلند گفتنش. این اختلافاتی مقصد جزئیه، این یگان جای بحث نیست. یعنی که و یسرهن سرا میگوید، بعد از آن قرائت میکند و یؤمن سرا کالموت. آدمایی که قفای امام نیت کردگیان و یا هم آمین پس میگن. نزد مذهب حضرت امام ابو حنیفه پس گفتن امام بسط آمین سنت بده. نزد دیگر مذهب حضرت امام احمد ابن حنبل، مذهب حضرت امام مالک، مذهب حضرت امام شافعی و یا آمین بلند میگن بعدی بالا ظالم و پس میگیم. از این نقطه نظر معلوم میشه که عبادت رسول الله گوناگون اومدگی بوده، عبادت پیغمبر خیلی نیست. هر چاری مذهب چه خیلی نماز میخونن، چه خیلی دعا میکنن، چه خیلی قرائت میکنن، همش اتفاق اهل سنت و جماعت قبول کردگی است. هیچ کس حق ندارد که من حقم تو ناحقی، تو خیلی خانم من خیلی خانم حق نداره. عبادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گوناگون بوده است. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم. دوام موضوع در درس آینده با این موضوع من دامنه دار صحبت میکنیم. خداوند ما و شما رو برای راست هدایت کنه.